ما انسان ها انقدر که از زمین دور شدیم به زمینمون نزدیک نشدیم. ما انسان ها دوست داریم همه جا رو کشف کنیم، اکتشاف کنیم، ماجراجویی کنیم، اما 70% کره زمین آبه. از این 70% ما فقط 5% رو کشف کردیم، تازه اونم نه تا تهش. انسان ها فقط 11 کیلومتر رو تونستن اکتشاف کنن. پس امکان داره چیزای رمزآلودی، موجودات حیرت انگیزی یا چیزای با ارزش یا طلا و جواهرات یا موجودات ماورالطبیعی زیر آبها نهفته شده باشه. اما قبل اینکه وارد این قسمت بشیم، ما رو حمایت کنید و با فشار دادن دکمه زنگوله از کلیپ‌های دیگه‌مون با خبر بشید. شهر گم شده. این شهر قبلا یه شهری بود روی زمین از مردمان مصر تا اینکه از یادها فراموش شد. اما یه روز در زیر آبها یک اثراتی از اون پیدا شد، لوح‌ها، صندوق‌ها، و این باعث شد که دوباره این شهر به یادها برگرده. طبق تاریخ دانشمندان میگن که این شهر اولین بار داخل 2014 کشف شده در اطراف سواحل اسکندریه داخل مصر. هزاران سال بود که از این شهر جزو از افسانه‌های مصری بود، اما الان معلوم شد که این شهر یه افسانه نیست. شاهزاده پاریس و همسرش اولین بار اونجا رو کشف کردن به همراه همراهانشون داخل مصر. طبق گفته تاریخ این شهر 1200 سال بود که زیر آب بود و اونجا کلی از اشیاء عجیب غریب، سنگ لوحه ها و نوشته های تاریخی و ظروف طلایی و مسی پیدا کردن. این شهر که اطراف یک معدن بود با تونل هایی به هم دیگه وصل شده بود و هنوز که هنوزه بخش بزرگی از اون معلوم نیست که کجاست. و این شهر تقسیم میشه به یک کاخ، یک معبد، چند تا خونه و چند عدد مغازه. هنوز بخش بزرگی از اون منطقه رازآلودیه. کوسه چیندار. این هیولای زنده گفته میشه که نزدیک 80 میلیون ساله در اعماق اقیانوس‌ها شنا و زندگی میکنه و دندونای شبیه دندونای دایناسور داره. این هیولا انقدر کم ندرته که تا سال 2004 هیچ فیلم ضبط شده از این موجود وجود نداشت. بدن این موجود به شکل ماهیچه‌ای هستش و مانند خزندگان دیگر قابلیت پریدن رو به جلو رو داره. تقریبا همه موجودات کمیاب شبیه اجدادای خودشون هستن. این کوسه دارای 300 دندون هستش که داخل 25 ردیف تقسیم بندی شده، هم فک بالا هم فک پایین. این کوسه یکی از مخوف‌ترین هیولاهای اقیانوس هست که حتی قابلیت داره که موجودات بزرگتر از خودش هم بگیره. هیچ موجودی نمیتونه وارد دهنش بشه و سالم خارج بشه. و مورد بعدی این است که داخل سال 2015 اولین بار که یک ماهیگیر استرالیایی اونو گرفت، داخل رادیوهای محلی چنین چیزی گفت: تور سنگین شده بود، من این موجود رو کشیدم بالا. این موجود سر بسیار ترسناکی داره و دیگه هیچ وقت دوست ندارم که چنین ماهی رو بگیرم. ماهی خوناشام خلاف اسمش هیچ هم خوناشام نیست. ماهی مرکب جهنمی به خاطر شنل قرمز رنگش و ستونای فقرات خاردار و همچنین حالت جهنمی مانندش به اون ماهی مرکب شیطانی میگن. این موجود منحصر به فرد داخل بخشی که بهش میگن گلاجیک، لجن یا گودابه اقیانوس زندگی میکنه که کاملا تاریکه. این ماهی وقتی که احساس خطر میکنه یه مایع رو صورت انسان پخش میکنه که باعث میشه که انسان از اون بترسه، مانند موجودات دیگه‌ای که زیر آب هستن. تحقیق و مطالعه داخل محل زندگی این ماهی خیلی سخته به خاطر محل زندگیش، به خاطر همین اطلاعات زیادی از رفتارهای این ماهی در دسترس نیست.
اگه خیلی وقت جعبه قرصاتون رو مرتب نکردید، بدونید که هر داروی قدیمی رو پیدا کنید قدیمی تر از داروهایی نیست که در اعماق آب پیدا کردن. داخل یکی از اکتشافات، داخل یکی از شیشه شکسته، یه سری داروهای بسته‌بندی و مهرموم شده رو پیدا کردن. این قرص ها را طرف حوالی بریتانیا این جعبه ها رو پیدا کردن. قرص هایی که حدوداً قطرشون حدود 4 تا 4.5 سانتی متر هستش. این قرص ها خیلی قرص های عجیبی هستن، مخصوصا با این ضخامت بالایی که دارن. طبق تحقیق دانشمنده داخل این قرص ها اکسید آهن، نشاسته، موم و بعضی از روغن‌های گیاهی، روغن‌های حیوانی و همچنین گرده حاوی این قرص ها هستش. طبق تحقیقات مثل که این قرص رو برای تمیز کردن چشم استفاده می‌کردن. همچنین مورخا گفتن که این قرص ها اطلاعات کمی برخلاف آثار دیگه در مورد طب پزشکی اون زمان به ما انسان ها میده. امیدوارم که از این کلیپ راضی باشید. اگر راضی هستید لطفا ما رو سابسکرایب کنید، لایکمون کنید و دنبالمون کنید و داخل بقیه فضاهای مجازی هم ما رو دنبال کنید.